переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Казахстаном, в ходе которых были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества. بله بینندگان گرامی، طوری ما در کادر می‌بینیم کاروان ماشین‌های پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومارت توکایف که برای اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است نزدیک می شود. یادآور می شویم که دیروز در دایره برگزاری همایش‌های سطح بلند سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومارت توکایف را با حضور پذیرفته بودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که قزاقستان از شریکان مهم تاجیکستان به حساب می رود و ما علاقمند رشد شریکی استراتژی و همپیمانی دولت‌هایمان می باشیم. مهمیت شرطنامه همپیمانی که امکانیت‌های نوی رشد همه‌جانبه همکاری را میان دو دولت فراهم می‌آورد تاکید گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این زمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومارت توکایف را صمیمانه استقبال گرفتند و انتظار می‌رود که